سلام خانم، خسته نباشید. من یه مقدار سرم درد میکنه، گفتم بیام اورژانس خدمتتون. آنژیوکتم بهم زدن. این کلا رو سرت کن. چی شده؟ من یه مقدار سرم درد میکنه، گفتم بالا زبون بالا ببند. چی شده؟ طبقه هفتم افتاده. ستون فقرات دچار مشکل شده. چته؟ ببینم. من سرم درد میکنم. گفتم بیام اورژانس خدمت. از اون تذکر کن دکتر کم صدا کنی. خانم دکتر مرز کردم من یه مقدار سرم چشه؟ آقای دکتر من یه مقدار سرم درد. سکته قلبی کرده. نه. بعد ایست قلبی که کرده به هوش اومده الان سر نه. خب ستون فراراتش هم شنیدم شکست. بله. نه. دکتر ارتوپد خبر کن. نه من سرم یا آمپول دگزام بهش بزن. سلام آقای دکتر. سلام آقای دکتر. من یه مقدار ام آر آی چی شد؟ سرم گرفتم. بعد گفتم بیام خدمت. نوار قلبی گرفتم؟ بله. سنگینی داری تو قفسه سینه؟ نه من نداری؟ نه من یه مقدار چیزی نیست. چشه؟ آقای دکتر سکته کردم فکر کنم اووردوزم. نه فقط آقای دکتر. ببینم سابقه بیماری هم داری؟ نداری؟ خانم ازش پرسیدی که سنگ دفع کرده یا نه؟ نه متاسفانه خیلی سرم شلوغ بوده، ببخشید. خیلی اگه اینجوریه حتما بشید. بیمار رفت. 32 یه بار دیگه فایده نه. آره چیزی نیست. فکر کنم تمام شد. ساعت مرگ 7. من فکر می‌کنم اینطوری بشه.